1 2 3. نمیدونم این ویدیو قراره که آپلود شه، ولی اگه به موقع برسه عیدتون مبارک باشه. امیدوارم که امسال یه سال خیلی خوب داشته باشین و موفق باشین با کلی شادی و یادگیری توی زمینه‌ای که خودتون دوست دارین و علاقه دارین و کلی پیشرفت. من خیلی خوب بلد نیستم عیدو تبریک بگم، واسه همین از این مبحث بگم. امروز میخوام راجع به خط فرضی باهاتون صحبت کنم توی سینما. خط فرضی یه نکته خیلی مهمه، یه پایه، یه اصولیه توی تصویربرداری و همینطور کارگردانی و دکوپای زدن. همینطور توی فیلمایی که میبینید لازمه اگه میخواید توی سینما کار کنید یا علم سینما داشته باشید، معمولا بلدش باشید. اصلا لازم نیست وقتی وارد سینما شید خودتون یادش میگیرید، ولی امروز قراره یکم راجبش صحبت کنیم، چون احساس کردم بعداً توی یه سری از بررسی‌ها امکان داره من راجبش صحبت کنم و شما متوجهش نشید و اینکه الان بگمش کمک کننده است. و اینکه این یه مقدمه ای بر خط فرضیه و خیلی تلاش میکنم کوتاه، مختصر، مفید توضیح بدم بهتون. مثلا تایم ویدیو کمه به این معنی هم نیست که اطلاعاتش کمه، نه، خط فرضی و کامل بهتون میگم، فقط شاید یه کوچولو خلاصه و بخشای مفید و کاملشو بگم، اونقدر تخصصی جوری واردش شیم که متوجه شید. ببینید ما توی صحنه‌ای که میچینیم، وقتی یه صحنه برای تصویربرداری داریم، یه سکانس داریم، الان یه سکانس مثالی براتون توی تصویر میاد. اینجا خودم اون سکانس رو روی سیستم دارم. این سکانس رو مثلا من درست کردم، شما میتونید ببینید یه مرد، یه آقا، یه خانم روی 2 تا صندلی نشستن دارن دیالوگ. اینو در نظر. حالا ما میخوایم از این دیالوگ کردن و صحبت کردنشون تصویر بگیریم. خط فرضی چیه؟ خط فرضی یه خط نامرئی توی صحنه. چرا نامرئی؟ چون نیاز نیست بکشیمش یا معلوم بشه، توی ذهن عوامل یه خط نامرئی توی تصویر و توی صحنه که مشخص میکنه دوربین توی چه بخشی میتونه تکون بخوره و کجا میتونه باشه. ما دوربین رو میتونیم کجا بکاریم. ما وقتی یه سکانسی مثل این دارید، دوربین رو همه جا دور تا دور این 2 تا صندلی نمیتونید بچینید. از نظر اینکه بخوایم خط فرضی رو رعایت کنیم، باید یه خط فرضی وجود داشته باشه. حالا اون وجود داشتن خط فرضی معمولا به چه شکله؟ توی این صحنه مثلا من اومدم خط فرضی رو به این صورت از مماس دماغ، چی میگن، از وسط صورت 2 تا بازیگر به روی بینی 2 تا بازیگر به نوعی چیدم. یعنی خط فرضی از بینی این تا نوک بینی اون یه خط صاف بکشید دیگه تا پشت سر، میدونید روبروی صورت. این میشه خط فرضی ما. الان بتونم روی تصویرم قشنگ بهتون نشون میدم. آره صندلی‌ها سر جا نیستن، بذار من اینا رو درست. الان تو روی تصویر دارید میبینید. به این صورت ما یه خط فرضی توی صحنه داریم. حالا این خط فرضی میگه چی؟ این خط فرضی ما میگه که دوربین من این طرف خط که هست میتونه باشه. من میتونم دوربین رو هر جایی که میخوام این طرف خط بذارم، ولی نمیتونم دوربین رو ببرم اون طرف خط. این حالا دلیلش ببینید، وقتی ما از این طرف خط همه دیالوگا رو بگیریم، مرد داره از سمت راست به سمت چپ دیالوگ میکنه، یعنی داره با یه فردی که سمت چپشه دیالوگ. این خانم داره از سمت چپ به سمت راست دیالوگ میکنه، یعنی داره با یه نفر که سمت راستشه صحبت. اینجا خط فرضی رعایت شده و من به عنوان مخاطب میفهمم اینی که داره از سمت راست به چپ دیالوگ میکنه داره با اونی دیالوگ میکنه که داره از سمت چپ به راست دیالوگ میکنه، بدون اینکه بخوام دقیق ببینم توی صحنه اینا کجا نشست. شما با همین تصویر برداری و رعایت خط فرضی متوجه میشید که این 2 تا توی یه اتاقن، توی یه محیطن. همین، شما فقط 2 تا شات داری، یه شات اینه، یه شات هم اینه. الان قطعا متوجه این 2 نفر دارن با هم صحبت، دارن با هم دیالوگ. چرا؟ چون خط فرضی رعایت شده. حالا در نظر بگیرید من خط فرضی رو رعایت نکنم، این دوربینا رو جای اینکه بیام بذارم توی این خط فرضی، بیام یه دوربین رو بذارم این طرف و چیکار کنم؟ ببخشید بابت نور تصویر، حالا شما به نور این تصویر دقت نکنید، من نورش رو مجبور شدم اینطوری بذارم. چرا؟ چون فقط میخوام تصویر نور داشته باشه صرفا، نمیخوام که مثلا نور حرفه‌ای باشه. حالا بیاید یه کار، من یه دوربین رو میبرم اون طرف خط فرضی و یه دوربینم این طرف خط فرضی، دیالوگ اینا رو میخوام ضبط کنم. ما به عنوان کسی که داری این فیلمو نگاه میکنی، این شات‌ها رو میبینی، یه شاتی که میبینی اینه، یه شاتی که میبینی اینه. احساس درستی بهت انتقال پیدا نمیکنه دیگه. فکر میکنی اینا دارن دوتایی مثلا کنار هم یا با یه نفر صحبت میکنن که خب نورپردازی این تصویر حالا اونو نقد میکنه، ولی خب یا اینا دارن کنار هم با یه نفر دیالوگ میکنن، جفتشون از سمت چپ به راست دارن حرف میزنن، خب سمت راست کی؟ اوکی اینجوریه. همچین اتفاق و همچین باگی به خاطر اینه که ما باید خط فرضی رو رعایت کنیم و راجع به خط فرضی آگاه باشیم و بدونیم، حواسمون هم به خط فرضی باشه. اوکی، این نکته اول. الان فهمیدید خط فرضی چیه و چرا باید رعایت شه. یا حتی توی راه رفتن افراد، وقتی یه نفر از سمت چپ میاد بیرون از یه دری و میره به سمت راست، ادامه هم وقتی داره این مسیر رو میره بعد به سمت راست بره. یهو نه اینکه از سمت چپ بیاد از سمت راست کادر بره بیرون، یا ببینیم داره از سمت راست میره به سمت چپ. مثلا این احساس خوبی به مخاطب داده نمیشه. محیط و گم، فضا رو گم،
خط فرضی توی همه سکانس ها لازمه برای اینکه مخاطب فضا رو گم نکنه و بدونه داره چه اتفاقی میفته و گیج نشه، ارتباط بگیره با فیلم یا سریال یا هر چیزی یا اصلا همون یه دونه سکانس. خب حالا ببینید بچه‌ها، مثلا بذارید یه مثال براتون بزنم. این نکتهایی که من بهتون میگم به عنوان اصول سینما خب هستن، ولی میشه شکست، میشه ازشون رد شد، میشه اصلا بهشون دقت نکرد، ولی در صورتی که ایده‌ای داشته باشی که یه فیلم خوب از اون طرف خودت بتونی در بیاری. مثلا الان یادم نمیاد، تلاش میکنم رو تصویر بنویسم براتون. این یه فیلمه که کارگردانش داخلش اصلا خط فرضی رو رعایت نکرده و فیلم خوبیه چون با دلیل خط فرضی رو رعایت که پس اینو در نظر داشت. ولی حالا ما میخوایم بگیم توی فیلمی که شما میخوای به خط فرضی احترام بذاری و رعایتش کنی، چه جوری میتونی حالا توی یه صحنه اونو بشکنی؟ چه جوری میتونی یه خط فرضی که کشیدی رو عوض کنی یا خط فرضی تو جابجا یا ازش خارج؟ بریم ببینیم چه جوری میشه. خب ما توی تدوین وقتی داریم اینو تدوین میکنیم به این صورته. بذارید بیام. یه کادر اینه، وقتی این صحبتش تموم شد کادر عوض میشه این، وقتی دوباره این صحبتش تموم شد کادر عوض میشه این و به همین صورت کادرها تغییر میکنن تون بین دو تا سوژه ما. خب حالا ما میخوایم خط فرضی رو فرض کنیم بشکنیم، جابجاش کنیم یا از این طرف خط فرضی بریم اون طرف خط فرضی. چه کاری باید انجام بدیم؟ این وسط یه پلان خنثی باید بذاریم. پلان اگه نمیدونی یعنی چی، پلان به لحظه‌ای که دوربین دکمه ضبطش خورده میشه تا لحظه‌ای که دکمه خط ضبط خورده میشه، یعنی شروع و پایان ضبط. ما باید یه شات یا همون یه پلان خنثی بذاریم. پلان خنثی چیه؟ پلان خنثی به این صورت، یا ما یه پلان خنثی داریم که روی خط فرضی، دوربین میاد روی خط فرضی، دقیقاً خود خط فرضی رو میتونی نشون بدی روی خط فرضی سکانس یه پلان خنثی بگی. این پلان خنثی میتونه انقدر نزدیک به یکی از سوژه ها مثلا باشه مثل این، تبدیل به یه پی او وی بشه. خب تبدیل به یه پی او وی از اون فرد بشه و این میشه یه سکانس خنثی. این طرف خط نیست، روی خط. بعد این سکانس ما میتونیم با کات های بعدیش کامل خط فرضیمون رو جابجا میشه. چی میشه؟ به این خط فرضیمون کامل جابجا میشه. این کاش اتو فوکس داشت من فعال میکردم. داره نه. اوکی، به این صورت ما خط فرضیمون رو جابجا، هیچ ایرادی هم به وجود نمیاد چون مخاطب متوجه با محیط قبلی ارتباط برقرار کرده و به این صورت که ما یه سکانس خنثی نشون بدیم و عوض کنیم خط فرضی رو یا بریم اون طرفش، مشکلی به وجود نمیاد. البته اگه خیلی بد انجامش بدیم قطعا مشکل به وجود میاد. سکانس های خنثی دیگه هم که میشه نشون داد چیه؟ مثلا فرض کنید این دختر میاد یه کلید مثلا میده به این آقا، ما میایم یه نمای نزدیک از اون کلیده میگیریم، یه اکستریم کلوزآپ از کلید یا یه اینزرتی از کلید میگیریم میذاریم اون وسط، بعد عوض. اینجا هم ایرادی پیدا نمیشه. یه سکانس خنثی بذار وسط، بعد خط فرضی تو عوض کن یا برو اون طرفش یا تغییرش بده. خلاص خط فرضی رو به این صورت میشه شکست. یه راه دیگه داره، چیه؟ با یه لانگ تیک که البته نه نیازی هم به لانگ تیک نیست، با یه شاتی که دوربین حرکت کنه. فرض کنید ما این شات رو داریم، دوربین نه شاتم میخوام همین، ما این شات رو داریم میخوایم خط فرضی رد کنیم، همزمان با دوربین از خط فرضی رد شیم و مخاطب کسی که داره فیلمو میبینه با ما از خط فرضی رد شه. به این صورت ما اینجوری از خط فرضی توی یه شات مثلا داره دیالوگ میکنه، ما اینطوری از خط فرضی رد میشیم میایم این طرف و دوباره بعد اینکه این دیالوگش تموم شد شات بعدی ما اینجاست، برگشتیم این طرف با یه شاتی که دقیقاً با خود دوربین ما بیایم این طرف. به این صورت هم میشه خط فرضی رو جابجا. یا یه چیز دیگه هم که هست، خب حرکت بازیگر، اگه بازیگرا جابجا بشن حرکت کنن، خود بازیگرا خط فرضی رو بشکنن، شما به عنوان کارگردان نه تنها میتونی بلکه یه جاهای مجبوری خط فرضی تو عوض کنی. پس وقتی بازیگرا هم در حال حرکت و صحبت کردن باشن، اینجا خط فرضی دوباره خودش عوض، یا شما میتونید عوضش کنید به انتخاب. اینم بود از راهایی که میشه خط فرضی رو جابجا. خط فرضی توی سینما یه چیزیه که دونستنش چیز شاخی نیست، یعنی حتی به عنوان یه مبتدی، خیلی هم مبتدی خط فرضی رو بدونی همه اینجوریه که خب بده است، خب ولی ندونستنش خیلی بده. پس حواستون باشه به خط فرضی یا هر نوع شاتی. امیدوارم متوجه شده باشید. به صورت خلاصه من تلاش کردم با تصویر یادتون بدم. این برنامه‌ای که من استفاده می‌کنم بچه‌ها ست لایت ویدیو، برای کلاس نورپردازی من از این برنامه استفاده کردم و بعدش دیدم این برنامه چقدر به درد دکوپاژ می‌خوره، چون هم بروکی پلان میتونه بهتون بده، هم چند دوربین مختلف میتونید توی سکانس بکاری و یه خروجی سه بعدی جالب داشته باشی که باحاله. بروکی پلان هم به شکل‌های مختلف میده، میتونی حتی نورپردازی صحنه تو وقتی دکوپاژ میزنی هم داشته باشی. حالا من از این برای دکوپاژ یک فیلم کوتاه خودم استفاده کردم، حالا برای فیلم کوتاه بعدی هنوز معلوم نیست قراره از چه دکوپاژی استفاده کنم، ولی اگه دوست داشتید آموزش‌های بیشتر بدم، حالا در هر زمینه‌ای تو کامنت‌ها بنویسید برام، خیلی خوشحال میشم. و اگه سوالی هم راجع به خط فرضی یا هر چیزی داشتید بگید. خط فرضی رو دوست داشتم بگم بهتون، چون
قطعا در ادامه توی صحبت‌های خودم خواهد بود و این دونستنش باعث میشه که شما هم گیج نشید و با هم پیش بریم. تلاش میکنیم هر هفته پنجشنبه یه ویدیوی آموزشی داشته باشیم و جز پنجشنبه ها روزهای دیگه هم احتمالاً بررسی یا ویدیوهای مختلف دیگه. خیلی ممنون میشم اگه دوست داشتی کانال رو ساب کنی، لایک کنی، هر چی که خودت خوشت اومده و اگه راجع به خط فرضی سوالی هم داری تو کامنت ها بنویس. ممنون. همیشه در حال یادگیری باشید چون هیچی بهتر از یادگیری نیست.